سلام به عزیزان همراه با پدال. در این ویدیو نگاهی خواهیم داشت به یکی از لوکس ترین و قدرتمندترین شاسی بلندهای ساخت امریکا، کادیلاک اسکالید وی. ماشین‌های خانوادگی معمولاً حوصله سربر و کند هستند، اما این یکی فرق داره. اسکالید وی رسما قوی‌ترین و سریع‌ترین شاسی بلند در تاریخ کادیلاکه. ابعاد ماشین تفاوت چندانی با اتوبوس مدرسه نداره، اما داخل پیست مثل یک سوپر اسپورت پرشتاب و متعادله. کادیلاک اسکالید وی در زمان 13 ثانیه مسیر 400 متر رو طی میکنه و صفر تا صدش فقط 4.5 ثانیه است. موتور 6.2 لیتر 8 سیلندر سوپرشارژ، 682 اسب بخار قدرت و 887 نیوتن متر گشتاور داره. پشت فرمان پدال تعویض دنده هست و صدای اگزوز مثل قررش دایناسوره. البته راننده میتونه از حالت رانندگی آرام استفاده کنه تا آرامش کابین بیشتر بشه، اما در نهایت باز هم صدای موتور زیاده. اسکالید وی بدون سرنشین 2700 کیلوگرم وزن داره. به همین دلیل وقتی بیش از حد ترمزگیری بشه، پیام اوورهیت روی نمایشگر اصلی میاد. اسکالید وی ظاهری مشابه اسکالید معمولی داره. این ماشین به خاطر ابعاد بزرگ و مصرف سوخت بالا به اروپا صادر نمیشه. همه چیز در اسکالید وی بزرگه. عرض جلو پنجره حدود 1 متره و حتی لوگوی کادیلاک از کف دست بزرگتره. احتمالاً چراغ راهنمای این ماشین بزرگترین نمونه در دنیاست. چرخ‌ها 22 اینچ هستند، اما مدل 23 اینچی هم برای اسکالید وی وجود داره. حرف وی روی چرخ، بدنه و جاهای مختلف کابین دیده میشه. هنگام باز شدن در، رکاب کمکی بیرون میاد تا سوار و پیاده شدن آسون بشه. در عقب دسترسی از طریق شیشه وجود داره و همینطور صندوق پران برقی. برای جمع شدن صندلی‌های ردیف دوم و سوم هم کلیدهای مخصوص و سیستم الکتریکی هست. جای تعجب نیست که سرنشینان اسکالید وی حتی در ردیف سوم هم فضای بسیار خوبی داشته باشند. بهترین مکان البته در ردیف دومه، جایی که سیستم سرگرمی با برند کادیلاک وجود داره. اینترنت وای فای، نمایشگرهای دیجیتال، صندلی‌های بسیار راحت چرمی و سیستم صوتی با 36 اسپیکر دیگر امکانات جذاب برای اسکالید وی هستند. طراحی مانیتورها برای این ماشین فوق‌العاده است. یک پنل 38 اینچ به 3 قسمت تقسیم شده. در سمت چپ اطلاعات سفر مثل مسافت طی شده و مصرف سوخت دیده میشه. این قسمت با لمس انگشت قابل تنظیمه و مدیریت اطلاعات روی پنل پشت فرمان رو انجام میده. دید در شب، مسیریاب ماهواری و دوربین جلو با علائم گرافیکی مربوط به این قسمت هستند. در سمت راست نمایشگر لمسی برای سیستم سرگرمی و امکانات رفاهی وجود داره. همینطور ده‌ها اپلیکیشن کاربردی برای ارتباط صوتی، پخش موسیقی یا کارهای دیگه. اسکالید وی سرشار از آپشن‌های مختلفه. اسپیکر داخل صندلی، کلیدهای قابل تنظیم برای باز کردن گاراژ، تغییر حالت صندلی‌های عقب و همینطور یخچال در دسترس راننده هستند. اسکالید وی در آمریکا با فناوری سوپر کروز عرضه میشه و سیستم کاملا خودران داره. راننده میتونه در بزرگراه دست از فرمان برداره تا روند حرکت، ترمز و شتابگیری توسط سوپر کروز انجام بشه. این فناوری تا سرعت 160 کیلومتر بر ساعت تمام فرایند مسیریابی، تعویض خط و سبقتگیری رو انجام میده. سیستم های کمک راننده و جلوه های گرافیکی هم بسیار عالی طراحی شدن. خیلی بعیده که خریدار اسکالید وی از این ماشین 7 نفره برای پیست استفاده کنه، اما اگر چنین تصمیمی بگیره پشیمون نمیشه. قدرت مانور این ماشین در پیچ ها خیلی خوبه و تنها مشکل برای رقابت با سوپر اسپورت ها وزن زیاد و حرارت ایجاد شده در ترمز هاست. شاسی بلندهای زیادی وجود دارن که با اونها میشه در پیست ساعت ها رانندگی کرد، مثل لامبورگینی اوروس، پورشه کاین توربو و همینطور استون مارتین دی بی ایکس، اما هیچ کدوم به اندازه اسکالید وی بزرگ و جادار نیستن.
این ماشین برای سرعت در مسیر مستقیم و سبقت در اتوبان ساخته شده. البته راننده میتونه گاهی اوقات خانواده رو تنها بذاره و هیجان رانندگی با غرش صدای اسکالید وی در بعد از ظهر یک روز آفتابی رو جشن بگیره. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. پذیرای نظرات شما هستیم.